قصه مسلمان و یهودی. یهودی مسلمانی را به خانه‌اش دعوت کرد. پس وقتی که مسلمان بر سر دسترخوان نشست، یهودی به پیش او طبق انگور را گذاشت و بگفت: مرحمت بفرمایید. مسلمان به قدر حاجت انگور را تناول کرد. پس بعد اندک یهودی نبیذ را یعنی وینا را حاضر کرد و بر بالای دسترخوان نهاد تا که مسلمان از آن بنوشد. در حال مسلمان بر او گفت: نوشیدن وینا برای ما مسلمانان حرام است. یهودی گفت: ای مسلمانان، سخنی که شما میگویید خیلی عجایب است. این را یعنی انگور را حلال میشمارید و این را یعنی وینا را باشد حرام، حال آنکه این از این است یعنی وینا از انگور است. مسلمان گفت: آیا همسر داری؟ یهودی گفت: بله. مسلمان گفت: به نزد من بیا. یهودی همسرش را حاضر کرد. باز مسلمان به یهودی گفت: آیا دختر داری؟ یهودی گفت: بله. مسلمان گفت: به نزد من بیا. یهودی او را نیز حاضر کرد یعنی دخترش را نیز بیاورد. مسلمان بر یهودی گفت: آیا نمی بینی که الله این را یعنی همسرت را برایت حلال کرده است و این را یعنی دخترت را باشد حرام کرده است، حال اینکه این از این است یعنی دخترت از همسرت به وجود آمده است. پس یهودی در حال گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول الله.